سلام به دوستان عزیزی که این ویدیو رو نگاه میکنن. من میثم قربانی هستم. 38 سال سن منه. تقریبا از سن 15-16 سالگی بیناییمو از دست دادم. تو این کافه خودم مشغول به کار هستم. تقریبا 12 سال تو بازارم و کاسب بازار هستم و پیامی که به هم نوعای خودم دارم، به نابینایان، به کمبینایان، اینه که خودشون رو دست کم نگیرن، برای رشد خودشون، رشد اعتماد به نفس خودشون تلاش کنن و مطمئن باشن هیچ کاستی ندارن مگر اینکه خودشون این خواست و اراده رو در خودشون حل نکرده باشن. همه فعالیت‌های نابینایان، توانمندی‌های نابینایان رو توی کانال یوتیوب میخوایم به نمایش بذاریم و به اصطلاح معرفی کنیم تمام حوزه فعالیت‌های نابینایان.